فعالیت منتظم و تامین بی‌میلان منطقه با قوه برق از تامین سریع ترانسفورماتورهای فرسوده شده و عوض نمودن سیمچوب‌های در حالت صدمه‌ای قرار داشته به ستونپایه‌های آهن و بتونی وابستگی دارد. سال جاری از طرف کارمندان شبکه‌های برق نوحه شهر نو در این سمت کارهای معین به انجام رسانیده شده است. همچنین جمع‌آوری سریع مبلغ از حساب استفاده قوه برق یکی از سمت‌های مهم فعالیت شبکه‌های برق شهر و نوحه‌ها میباشد. در این سمت کارمندان ساحه فروش شبکه‌های برق نوحه کارهای فهماندهی را در بین اهالی پرزور نموده به نتیجه‌های مثبت نائل گردیدند. برای گذراندن موسم زمستان کارمندان شبکه برق نوحه شهر نو در زیرزگوی ترانسفورماتوری که در حدود نوحه شهر نو وجود دارد یک قطار کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی گذرانده ایستادند. امروز طبق نقشه کاری شبکه برق نوحه شهر نو کارمندان شبکه برق نوحه در زیرزگوی ترانسفورماتوری 400 بینای چهارشونه مرکزی نوحه را با برق تامین میکند. کارهای تعمیری جاری گذرانده ایستادند. ما کوشش میکنیم که در موسم زمستان مردم نوحه شهر نو را با برق خوش‌صفت تامین نماییم. همزمان از جانب کارمندان شبکه‌های برق نوحه در دهه‌های نوبنیاد جماعت و دهات نوحه شهر نو سیم‌های قوتناکیشان بلند و سیمچوب‌های آهنی و بتونی نصب کرده می‌شود. در دهه‌های اوزون، دهه‌های باوریستان، دهه سعدا پر از سیمچوب‌های چوبین با پایه آهن و بتونی وصل کرده شدند. کارها در این سمت ادامه دارد. نقشه چهاربینی از 4 بند عبارت است. علاوه نمودن روغنی ترانسفورماتوری در زیرزگوی ترانسفورماتوری 1004 خب عوض نمودن جدا کنک‌های کارنوشوی انگشتر 10 کیلوولت به مقدار 6 عدد عوض نمودن جدا کنک‌های 04 به مقدار 20 عدد عوض نمودن سیمچوب‌های فرسوده به مقدار 20 عدد. نقشه داریم که سربلندانه اجرا کنیم و مردم نوحه را پورا با برق دائمی تامین نماییم. به خاطر از بین بردن سرباری و بلند برداشتن صفت تامینات با قوه برق در دوره تیرماه و زمستان در پیش ایستاده مسئولین شبکه‌های برق نوحه شهر نو نیادارند تجهیزات نو وارد نمودند. همزمان زیاده از 20 عدد ترانسفورماتورهای دهات را از تعمیر برآورند.